ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби чорум, гуфтори 123-юм. давраи забонҳои эронӣ ё худ ориёии миёна. موافق دلیل‌های تاریخی و زبانشناسی، این زبان‌ها از عصرهای 4-3 تا میلاد تا عصر 8-9 میلادی در سرزمین‌های ایران، افغانستان و آسیای مرکزی گسترش پیدا کردند. زبان‌های ایرانی میانه را زبانشناسان به دو گروه، زبان‌های ایرانی غربی، فارسی میانه پارتی و زبان‌های ایرانی شرقی، سغدی، باختری، خوارزمی، سکایی، خوتنی جدا می‌کنند. همچنان که ثابت شده است، زبان‌های ایرانی میانه در زمینه زبان‌های ایرانی باستان پدید آمده، با مرور زمان وابسته به تأثیر عامل‌های مختلف تاریخی باعث دیگرگونی‌های ترکیبی و زبانی و شکلی گردیدند. زبان‌های ایرانی غربی دوره میانه را بعضی محققان به معنای محدود زبان فارسی میانه به دو گروه، فارسی میانه و پارتی بخش می‌کنند. در میان این زبان‌ها اصلاً تفاوتی لهجوی وجود دارد. زبان فارسی میانه زبان دولتی و دینی ساسانیان، اما پارتی زبان دولتداری اشکانیان محسوب می شوند. رسم الخط پارتی و فارسی میانه در اساس خط آرامی یا آرامی شاهنشاهی تنظیم شده از 22 علامت یا حرف عبارت بوده است. از زبان پارتی آثاری محفوظ در شهرستان نیسا نزدیک اشخاباد و کتیبه های پیکولی به دست آمده است. با زبان فارسی میانه از آثار خطی زمان ساسانیان، کتیبه های دینی و تاریخی و جغرافی از جمله کتیبه های اردشیر بابکان در نقش رستم، کتیبه های شاپوری یک در کعبه زردوشت و نقش رجب، کتیبه های کارتیر و غیره باقی مانده است. همچنین از زبانهای فارسی میانه و پارتی آثار دینی مانوی در الفبای مانوی از ترکستان چین به دست آمده است که این آثار در برابر ادبیات پهلوی دارای ارزش مهمی زبانی و تاریخی و فرهنگی می باشد. سیوم، دوره زبانهای ایرانی نو. یکی از چنین زبانها زبان دری یا پارسی دری می باشد که آن با نام زبان فارسی نو نیز رایج گشته است. محققان بر آن اندیشند که پس از اصطلاح عرب و فتح سرزمین‌های ایران و خراسان و ماوراء النهر، زبان دری یا خود تاجیکی به جای زبان پهلوی پدید آمده، تدریجاً در قلمرو سکونت مردمان ایرانی تبار پهن می گردد. زبان دری یا خود فارسی نو به اندیشه محققان و زبانشناسان از قلمرو شرقی ایران یعنی ماوراء النهر و خراسان برخیسته در عهد طاهریان و صفاریان تشکل می یابد و هنگام دولتداری سامانیان به قسمت غربی ایران زمین راه یافته بر عوض زبان پهلوی مورد استفاده قرار می گیرد.
و قول دانشمند ایرانی ذبیح الله صفا در 3 قرن اول هجری فضای زبان پهلوی تارف تنگ شده، مسلمانان ایرانی به سبب حاجتی که به آموختن زبان عربی داشتند در کشف و تدوین قواعد آن کوشش بسیار کردند، چنان که باید گفت نخستین تدوین کنندگان دستور زبان عربی آنان بودند. نخستین مراکز تحقیق در زبان عربی بصره و کوفه، 2 شهر قدیم ایرانی بود که در آن زمان به شهری نیم عربی و نیم ایرانی تبدیل شده و محل تلاقی بادیه نشینان عرب و شهرنشینان و بهترین محل جمع آوری اطلاع از زبان اصیل عربی بوده است. در این 2 مرکز تحقیق در صرف و نحو عربی عده‌ای از مشاهیر علمای ایرانی سرگرم کار بودند، مثل سیبویه فارسی، وفاتش 183 هجری 800 میلادی، صاحب اولین کتاب بزرگ و جامع در علم نحو که به الکتاب موسوم است، و شاگرد او اخفش خوارزمی، هر دو منسوب به مرکز ادبی بصره، و کسایی فارسی، وفاتش 189 هجری 806 میلادی، و شاگرد او فرا، هر دو منسوب به مرکز ادبی کوفه، و عده قابل توجه دیگری که فعلا از ذکر نامشان صرف نظر می کنیم. در این 3 قرن اولی تقدیرساز که عده از اهل علما و ادبای ایرانی در نثر و نظم عربی تحصیل مهارت و شهرت می کردند، دسته دیگری به ادبیات سوریانی و تألیف و یا ترجمه کتب به آن سرگرم بوده و گروه دیگر تألیف کتاب‌های را به زبان پهلوی دنبال می نمودند. در قسمت شرقی ایران زمین، انیخترش قلمروی خراسان، زبان دری تدریجاً نفوذ پیدا کرده، توسط خط عربی اساس در سراسر خراسان و ماوراء النهر و عموماً تمام فلات ایران مقام استوار پیدا می کرد. به اندیشه ذبیح الله صفا، زبان دری یعنی لهجه مشرق ایران به عنوان یک لهجه ادبی مستقل درآمد و تا روزگار ما به عنوان زبان رسمی ادبی و سیاسی ایران باقی ماند. مجرای پرتلاطم تاریخ گواه است که نیاگان آریایی ما در جریان تشکل زبان و رسم الخطهای موجوده که شماره معمول ترین رسم الخطها به اندیشه اهل نظر از 10 بیشتر است، ایجادکاری و تکاملات پیگیرانه را ادامه داده کوشیدند که از حالت زبانی، خصوصیت‌های آوایی و شکلی، خوزوارشات و طرز بیان و دیگر عنصرهای لفظی و تاریخی را نگاه دارند. مثلا بعد تنزل امپریای هخامنشیان و به سر قدرت آمدن مقدونیان و سلوکیان، بجای فرهنگ آریایی تمدن ایلینی نفوذ یافته، جای خط میخی و دیگر رسم الخطهای موجوده را محدود می سازد. با تأثیر این تمدن در قلمروی باختر خط یونانی اساسی باختری با حفظ تکاملات لفظی و آوایی قبول شده، نفوذ خط و زبان محلی باختری را نگاه می دارد. آمیزش مدنیت یونانی با فرهنگ اقوام آریایی زبان باختری در عهد دولت یونانی اساسی باختر افزوده، آن در زمینه رسم الخط تکمیل یافته یونانی اساسی باختری در کارگزاری امور دولتی و مأموری جاری می گردد.
ولی فراموش نباید کرد که با وجود گستریش خطی تکمیل یافته یونانی، زبان و نوعهای خطی سغدی، سکایی، خوتنی، خوارزمی، پارتی و پهلوی نیز ادامه داشتند. بعدی از میان رفتن دولت سلیوکیان و دولت یونانی اساسی باختر با 3 سلسله دولتداری آریایی نیاگانیما، اشکانیان، کوشانیان و ساسانیان پدید آمدند که هر کدام آنها خود را وارثی بیواسطه هخامنشیان شمرده در آیین دولت و دولتداری و تحول و پیشرفتی فرهنگ آریایی سهمی سزاواری گذاشتند. دولت اشکانیانی پارت بعدی برکنار ساختنی تسلط مقدونیان و سلیوکیان، زبان و خطی سابقه نیاگانشان زبان پارسی باستان را عمری دوباره می بخشند. محض زبان پارتی و ادبیات پارتی بجای تمدنی ایلینی در عهد اشکانیان پارت احیا گردیده، دبیران و منشیان از خط و زبان یونانی دست می کشند و در کارگزاری رسمی خطی پهلوی پارتی را رایج کرده پای دیواری زبان پارتی و فارسی میانه را پیریزی می نمایند. اشکانیان تقریباً 470 سال دولتداری کرده، میانی فرهنگ و تمدن، رسم الخط و زبان و آیین دولت و دولتداری هخامنشیان پارس و اشکانیان پارت رابطه استواری معنوی گذاشتند. کوشانیان نیز خود را دوام دهنده آیین دولتداری و تمدن آریایی شمرده زبان آریایی یا خود باختری را به صفت زبانی رسمی دولتی پذیرفته، الفبای تکمیل یافته یونانی را که به طرز تلفظ و افاده های زبانیشان مطابق گردانیده بودند استفاده می کردند. بازیافت های کتیبه سرخکوتل و رباطک افغانستان باری دیگر ثابت نمود که سلسله کوشانیان زبان رایج باختری را با نام زبان آریایی ذکر نموده، در کارگزاری مأموری و رسالت دولتداریشان بجای خطی مشکلی ایرانی اساس از الفبای تکمیل یافته باختری استفاده می کردند. خط یونانی باختری اساساً 25 علامت داشت که به الفبای یونانی بعضی حرفهای نو را برای تلفظ آوازهای خاصی باختریان اضافه کرده بودند. محققان موجودیت 2 نوع خط باختری آراسته و شکسته را اعتراف می کنند که آثار آن از نوشتجات سرخکوتل، قراتیپه و رباطک معلومند. می توان گفت که کوشانیان بعد هخامنشیان زبان آریایی را چون رمزی مقدسات عمومی آریایی و عمومی دولتی آریایی تباران اعتراف کرده، برای مرکزیت یابی و متحد شوی قوم‌های آریایی باختری، سغدی، سکایی، خوارزمی و هندی در امپریای خیش سهم استوار گذاشتند. باختر که مرکزیتی اساسی دولتداری و بلخ پایتخت کوشانیان به شمار می رفت، محض شیوه باختری زبان آریایی به صفت زبان ادبی و دولتی بیشتر نفوذ یافته، من بعد برای تشکل زبان باختری دری مساعدت نمود. در عهد دولت هیتاریان که زبان رسمی و خط و حروفات کوشانیان را میراث برده، در قلمرو تخارستان و کلی مضافات های باختر اساساً از زبان باختری کار می گرفتند که آن دیرتر با نام زبان تخاری معمول گردید. به قول اکادمیک باباجان غفورف، حروفات هیتاریان ادامه بیواسطه حروفات کوشانیان
و اهلی باختر بوده نسبت به حرفهای کوشانیان اندک مایلتر نوشته می شوند. شماره حروفات اساسی به 25 رسیده، آن را از چپ به راست می نوشتند و می خواندند. در عهد ساسانیان وابسته به طبقه های موجوده جامعه از موجودیت 7 نوع خط و الفبا معلومات داده می شود که هر کدامی به این یا آن ساحه و دایره های معین احاری منصوب بوده. مقدار حرفها و صداها در هر کدامی این خطها از همدیگر فرق می کرد. کاملترین خط عهد ساسانیان الفبای دین دبیره برای همه صداها حرف و علامتهای زیر و زبر و پیش داشت که آن امکانی ثبت پره‌ای متنهای آیین زردشتی را میداد. مقدار حرفها و علامتهای دین دبیره تا به 160 حرف و زیادتر از آنها می رسیده است. الفباهای دیگر نسبتاً ساده تر بودند. برای حساب و کتاب دارایی منقول و غیر منقول خطی دیگری با عنوان آمار دبیره یا خود نوشتی سیاق وجود داشته است که در طول عصرهای میانه به جای رقم از الفبا کار می گرفتند. درخشانترین اقدام فرهنگی ساسانیان تهیه و تدوین نهایی کتاب اویستا در عهد خسروی یکی انوشیروان، انتشار زند اویستا به زبان پهلوی، تأسیس مرکزی بزرگی علمی و طبی جند شاپور، رشد فلسفه و حکمت یونانیان در تیسفون و دیگر شهرهای ایران، اوج هنری موسیقی و ساز و نوا با سروری باربدی مروی، تدوین و تهیه داستان و تاریخ نامه های ملی و اندرز نامه های خدای نامه، آیین نامه، تاج نامه، کارنامه اردشیری بابکان، شاهنامه و دیگر آثار پهلوی ادبی و مذهبی بود. از زمان ظهور اسلام حکمرانی بیش از 400 ساله ساسانیان رو به تنزل نهاده جای خود را به تمدنی نوی با نام فرهنگی اسلامی واگذاشت. بر عرصه سیاست جهانی اتحاد قبیله های عرب با پرچم دین اسلام برخاسته یک انقلاب بزرگی معنوی و تکانی فراگیری اجتماعی را به عرصه تاریخ آوردند که از میان برداشتن تفاوت‌های نژادی، امتیازهای طبقاتی، تفریقه‌های ملی و محلی و افضلیت‌های معنوی و مذهبی را پیش گذاشته و پیروان خود مقامی برابر و وحدت همگانی دینی را تلقین می‌کردند. در 3 قرن تسلط اسلام بر ایران به قول ذبیح الله صفا زبانی رسمی، ادبی و سیاسی و دینی ایرانیان همان بود که به پارسی میانه یا پهلوی پارسی یا پهلوی ساسانی مشهور است. خلاف آنچه تصور می شود، با غلبه عرب این لهجه یا بهتر بگوییم زبان رسمی یک باره از ایران بر نیفتاد، بلکه آن تا چند قرن در بعضی نواحی این سرزمین رواج داشت و کتاب‌ها و کتیبه‌ها بدان نگارش یافت و بسیاری از آنچه به این لهجه و به خط پهلوی در عهد ساسانیان نوشته و تعریف شده بود به عربی و پارسی در آمد که بعضی از آنها هنوز هم در دست است. در برابری تشکل و نفوذ زبانی دری با الفبای عربی اساس، زبان و خط پهلوی ساسانی در قلمرو ایران رایج بوده. به قول ذبیح الله صفا حتی در قرن 4 و 5 بسیاری ایرانیان به خط و زبان پهلوی آشنایی داشتند.
جمع کنندگان شاهنامه ابو منصوری و مترجمانی بعضی از دفترهای پهلوی و پارسی در همین دوره رسالاتی از پهلوی مانندی ایادگاری زریران و کارنامه اردشیری بابکان و داستانی بهرامی گور و پندنامه بزرگ مهری بوختگان و گزارشی شطرنج و نظایر این رسالات را به پارسی دری و به خط پارسی نقل کرده و جزوی شاهنامه قرار داده بودند. نفوذ لهجه پهلوی در این نقلها به حدی بود که بعد از نظم آنها به پارسی به وسیله دقیقی و فردوسی هم وجوه تقارب فراوان میان آنها با اصل پهلوی هر یک مشهود است. پس از انتشار اسلام، اقوام سرشمار آریایی در زمینه پذیرفتن دین اسلام و خط یگانه عربی تدریجاً متحد گشته دوره نوی انکشاف و اوج و نموی تمدن اسلامی را پایه‌گذاری نمودند. بر اثر تمدن فراگیر اسلامی و رسم الخط تازه ایجادی عربی اساس، گویش‌ها و خطهای مختلف آریایی تدریجاً از میان رفته، به جای آنها زبانی نوی ادبی و علمی فارسی دری پدید آمد که محوری اساسی پیش برنده و متحد سازنده‌اش محض خط عربی اساسی فارسی بوده است. عرب‌های دوران تا اسلامی یا خود جاهلیت از خط و سواد محروم بوده، بیشتر عنعنه شفاهی، سخنوری، شعرگویی و داستان سرایی در میان آنها رایج بود. نخستین آثار خطی عربی کتاب مقدس قرآن بود که در آن آیت‌های آسمانی خداوند، رسالت دینی و احکام و تعلیمات اسلام گرد آمده سر اول برای عیناً حفظ نمودن با ارادت زید ابن ثابت و سلمان پارسی بر این علمای ایرانی در شکل پارچه های جداگانه کتابت می شدند. حتی برخی از عرب شناسان در آن اندیشند که خط فارسی که حالا بیشتر با نام خط عربی شهرت دارد از جانب ایرانیان اختراع شده است و علما و ادبای ایرانی چون سلمان پارسی در تهیه و تکمیل صرف و نحو زبانی عربی سهم ارزنده‌ای دارند. هنگامی که دین اسلام و خلافت اسلامی در عهد خلفای راشدین وسعت یافته، شماره مسلمانان غیر عرب در عراق و ایران، سوریه و مصر و خراسان و دیگر کشورهای اسلامی افزود، در قرائت قرآن و تلفظ بعضی حروف آن اختلاف‌ها پدید آمده. این حالت ضرورت کتابت قرآن را تقاضا نمود. از این خاطر خلیفه عثمان نسخه موجوده قرآن را که با دستور ابوبکر و عمر تدوین شده بود به زید ابن ثابت می سپارد و می فرماید که قرائت سوره ها، ذکر آیات و تلفظ حرف ها را برای کل مسلمانان یکسان و هماهنگ نماید. همین طریق نسخه از لحاظ تلاوت و کتابت یکسان و مکمل قرآن تدوین گردیده به حکم قانون در آمد و با همین به عرصه تاریخ خط عربی وارد گشت. به اندیشه محققان نخستین و قدیمترین نوع خط عربی خط کوفی می باشد که آن از نهاد خط نبطی پدید آمده است. خط کوفی سرچشمه و اساس همه نوعهای خط عربی بوده. شکل قدیمترین آن را کوفی ابتدایی می نامیدند. خط ابتدایی کوفی تا پدید آمدن دین اسلام
چندان تکامل و انتشار نیافته بود. بعد آنکه عرب‌ها سایر کشورهای سوریه و عراق و ایران را ضبط نموده دین و آیین خود را جاری کردند، آنها در رسالت دیوانداری به خط کوفی رو آوردند. در تکامل خط کوفی اساساً دانشمندان ایرانی ابوالاسود دوعلی و شاگردان او نصر و یحیی، دیرتر خالد ابن عبدالحیاج، اسحاق ابن حماد، برادران ابراهیم و یوسف سگزی، ابن مقلی بیضاوی و دیگران سهم گذاشتند. در نتیجه استقرار خط عربی اساس فارسی، زبان دری در یک مدت کوتاه تاریخی در حوزه بی نهایت بزرگی ایران زمین و میان مردمان ایرانی تبار پهن گشته، چون زبانی نوی علم و ادب و شعر دری جای زبان سابقه پهلوی و خط پهلوی را اشغال نمود. قضیه پدید آمدن زبان دری و تشکل من بعده آن را به فصلهای کتاب آینده واگذار نموده، می افزاییم که زبان دری تا به ادبیات خطی یعنی خط عربی اساس فارسی راه یافتنش در منطقه خراسان و سیستان و ماوراء النهر چون زبانی گفتگویی و شفاهی مردم این منطقه معمول بوده است که به آن آثار ادبی 3 قرن اول اسلام مثال شده می توانند. پیدایش و تشکل آثار ادبی و شعر دری تاجیکی. در نیمه اولی عصر 8 پایتخت امویان شهر دمشق سوریه و شهرهای کوفه و بصره عراق و مرکزهای اساسی تشکل غایه‌های دینی و فلسفی، علمی و ادبی و مدنی تبدیل یافته. هنگامی به سر قدرت آمدن عباسیان در نیمه دوم عصر 8 مرکز خلافت به شهر بغداد کوچید که آن در طول تقریباً 3 عصر محوری پیشبرنده فرهنگ و افکار علمی و ادبی جهان اسلام به خصوص قسمت‌های شرقی ایران زمین به عباره امروز ایران و خراسان و ماوراء النهر گردید. بعد تشکل تمدن اسلامی و از میان رفتن نفوذ زبان و خط پهلوی، جریان حیات ادبی در حدودهای ایران زمین رو به کاهش آورده باشد هم آن عملاً پرره قطع نگردید. در 3 قرن اول اسلام چندین کتاب‌های مشهور پهلوی تاریخی و ادبی به زبان عربی برگردان شد که به قول ذبیح الله صفا، کلیله و دمنه، خداینامه، آیین‌نامه، گاهنامه، داستان اسکندر، سنبادنامه، بختیارنامه، داستان بهرامی چوبینه، داستان رستم و اسفندیار، داستان دارا و بوت زرین و غیره از جمله آنهاست. شنوندگان گرامی، شما گفتار 123 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از اوریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.